در ولایت مسکو روسیه 3 زاده تاجیکستان را برای بودن دو راننده تاکسی از قرقیزستان و تماجویی به مبلغ 1 میلیون روبل متهم می‌کنند. پایگاه خبری ملتگرای تسارگراد با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که آدمربایان با زوری و شکنجه تاکسیست‌ها را مجبور کردند که همجنسگرا بودن خود را اعتراف کنند و این اعتراف آنها را با تلفن ثبت کرده تهدیدشان کردند که اگر 1 میلیون روبل ندهند این نوارها را به خویش و تبار و دوستانشان میفرستند. به اشاره منبع تسارگراد شب 21 ایول سال 2024 تقریبا ساعت‌های 22 در حدود خوتر رشکوو در کنار شهر ادینسو و ولایت مسکو 3 شهروند تاجیکستان رجبوف، حاجیف و اشوروف به دو راننده تاکسی شادمانوف و تختسونوف که هر دو زاده قرقیزستان بوده شهروندی روسیه را داشتند هجوم کرده با تهدید کرد به سرشان فوتبالکه پوشاندند و با زوری به ماشین سوار کردند. سپس گروگانها را به یک بنای ساختمانش ناتمام آورده دست و پایشان را بستند و لطوکوب کردند. آنها به زوری از رانندگان 1 میلیون روبل طلب کردند. منبع تسارگراد که بدون بردن نام صحبت میکرد گفته است زیر تهدید پنهان کردن معلومات بی ابرو کننده و لطوکوب جسمانی شادمانوف و تختسونوف مجبور شدند که همجنسگرا بودن خود را اعتراف کنند و آدمربایان این را در ویدیو کامرای تلفن موبیلی خود ثبت کردند. در نتیجه زیر فشار و شکنجه راننده تاکسی که یک زن و 3 فرزند داشته است یک قسم پولی را که آدمربایان طلب میکردند به کارد آنها گذرانیده برای یافتن و دادن مبلغ باقی مانده فرصت خواستند. اما وقتی که آدمربایان آنها را جواب دادند تا که رفته پول در کوری را جمع کنند شادمانوف و تختسونوف راست به پلیس رفته به ضد آدمربایان شکایت نوشتند. پلیس خیلی زود یکی از گمانبرشوندگان را دستگیر کرده است. 2 دیگر در جستجو قرار دارند. نفر دستگیر شده دست داشتنش در آدمربایی و تماجویی را رد کرده است ولی تاکسیست‌ها هنگام روبروکنی او را شناختند و بیانات دادند که او یکی از آدمربایان است. تفصیلات دیگر حادثه معلوم نیست. پلیس ولایت مسکو تا حال این حادثه را رسما یگان شرح نداده است.